سلام رفقا، بریم سراغ روز دوم سفرمون به شیراز. چون سفرمون علمیه، اولش رفتیم مرکز تحقیقات و آزمایشگاه گیاهان دارویی رو بهمون نشون دادن. دارن که اون حلالی که ما قرار هست استفاده کنیم برای استخراج توی یه بالون قرار میدیم. هر حلالی باشه، حالا اگر که قرار هست روغنگیری انجام بدید، خب طبیعتاً بهتر هست حلال غیر قطبی باشه، پترولیومتر انهیزا. نمونه‌تون رو توی بالون به این قسمت وصل میکنید. یعنی بعد از اون رفتیم موزه حشرات که اینجا هم خیلی جالب بود. ممکنه ما اگه بخوایم یه مبارزه‌ای با این آفت داشته باشیم، آسیبی بزنیم به اون گیاه، به اون حیوانی که اونجا هستش. در واقع هدف ما توی بخش منابع طبیعی، جنگل‌ها، مراتع اینه که پیش آگاهی ایجاد کنیم. ملخه؟ بله. من تا همینجا باسم. میره برای دستگاه پاستور، دستگاه بعدی دستگاه پاستوره. اونجا دما رو میاره 78 باعث میشه که میکروبایی مثل تب مالت و سل و اینا اگر داشته باشه اینا از بین بره. کارش همگن کردن چربی شیره. شیر رو میکوبه که درصد چربی شیر هر چقدر شیر هست همگن میشه. رفتین شیراز حتما این موزه رو بریم، مخصوصا اگه بچه دارین، چون خیلی میتونه جذاب باشه براشون. اینم سیاهخوان لپوییه که به دلیل بیماری که داشته یک رشد غیر طبیعی میکنه و قدش واقعا اینقدر بلند بوده. اینجا هم موجودات عجیب غریب میبینیم، مثل همین مرغی که 3 تا پا داره، جوجه سپاه، جنین واقعی انسان. نخند یه لحظه. حالا بریم سراغ حیوانات. نوجوان‌ها غذایشان را خوردند و با کفتارها نیز زد و خورد داشتند و برای آشوب بیشتر هنوز حوصله دارند. هنوز نقشه‌ای برای شکار کردن ندارند و فقط دنبالشان می‌دوند. چگونه والدینشان در این صحرا برای جوجه هایشان آب پیدا می‌کنند؟ اسلامی این چیه؟ بابا گوشه کفیده باشه. Mamamından Allah'tan öteydi yapacak hayal olsun gidip mama مغز میمون چقدر نگین اون روز میگفت تیرکس مات. حمله میکنه. من چیه؟ توش موس داره، موس. ناهارمون رو توی دانشگاه شیراز خوردیم و بعد از اونجا حرکت کردیم به سمت تخت جمشید. اگه گفتین اینجا کجای شیرازه؟ توی قسمت بعدی میخوام براتون از تخت جمشید بذارم، پس حتما منو دنبال کنید. خداحافظ.